کنیم دوستای عزیز که اینا چی میگن تیک تاکرای ما شما. صبر اکانت تیک تاک کار داری یا نداری؟ پروفشنال همون تو تایید زدنی که همه چیزش هم فعال باشد. کار داری نه؟ پس اول مرا فالو بکن، بعد لایک کن، بعد یک کامنت بذار. مرتضی جان سلام با خودت تقدیم دوم منی که یک کسی که دیگه اکانت پروفشنال جور میکنه برای یک نفر بدون لایک و فالو جور میکنه در جگر جانم. وای بیادری مارم که سر تو ویدیو بالا کده ایرم خو یک هر وطندارا دیدارتان در جانم چیز یک دانه اکانت بیادر مد هفته 5 دانه اکانت براتون جور میکنم مگم دینمی ویدیو ما وایرال شو و حداقل فامید یک 20000 ویو بخوره که من فامید به سواد آدم است. خاطر اول خو ذره را باید به ذات نوشته میکرد. دیگه عددان کسی شعر میگن نمیفهم که شما خر هستین یا مردم و خر میکنین. قربان اخلاقتان در جگر جانم وطندار. دوست عزیز اولا خود قدم اول کسی که 10,000 فالوور نداشته باشه در اپلیکیشن تیک تاک اصلا وجود نداره که مثلا رای وجود نداره که درآمدزایی کنه از تیک تاکی که مثلا از 10,000 فالوور کم داشته باشه. و دومانی که دوستی عزیز کسی که 1,000 فالوور نداشته باشه در اپلیکیشن تیک تاک اصلا لایف رفتن نمیتونه. بجز یک تیک تاک وجود داره که ما تیک تاک فعال کردیم. دیگه دو تا اکانت دارم. یک اکانت سه تا دارم، یکیش هم 500 تا فالوور داره، یکی دیگه هم 1,000 است، یکی دیگه اکانت اصلیم که اینمی اکانت است. در جگرتان جانم دوستی عزیز این دیگه ساختن اکانت پروفشنال کدام گپ خاص نداره دیگه. ما طریقش هم برای شما گفتیم. یک دو من کاری که میکنین از هشتگ استفاده کنین. خواه هشتگ خو میفهمین، از هشتگ ها استفاده کنین ویدیوتان بازدید زیاد میخواد.